سلام به تو، کسی که میدونی زندگیت میتونه فراتر از این چیزی باشه که الان هست. تو که گاهی حس کردی انگار یه دیوار نامرئی بین تو و ثروت وجود داره. انگار تلاش میکنی، برنامه میریزی، آرزو داری، ولی یه نیروی پنهان درون خودت تو رو عقب میکشه. اون نیرو چیه؟ اون سد نامرئی که نمیذاره ثروت، آزادی و فراوانی وارد زندگیت بشه چیه؟ پاسخ اینجاست. باورهای محدود کننده. بخش اول، تعریف واقعی باورهای محدود کننده. باور محدود کننده یعنی فکری که بارها و بارها در ناخودآگاه تکرار شده و حالا به واقعیت ذهنی تبدیل شده. مثل یه برنامه‌ای که توی سیستم عامل ذهنت نصبه و هر تصمیم مالی، هر اقدام کاری، هر ریسک و حتی هر فرصت جدید رو از فیلتر خودش رد میکنه. میدونی مشکل چیه؟ ما فکر میکنیم داریم با ارادمون تصمیم میگیریم، ولی در واقع ذهن ناخودآگاه ما از پشت صحنه همه چیز رو کنترل میکنه. مثلا وقتی یه فرصت پولساز میاد، تو میگی نه این کار ریسکه، من اهل این چیزا نیستم. یا وقتی میخوای بیزینس خودتو شروع کنی، در درونت صدایی میگه تو بلد نیستی، پول فقط مال اونایی که پارتی دارن، تو دیر شروع کردی. این صداها از کجا میان؟ از دوران کودکیت، از خانواده، جامعه، مدرسه و حتی رسانه ها. وقتی بارها شنیدی که پول درآوردن سخته یا پول دارا دزدن یا آدم باید قانع باشه، ذهن تو این جمله ها رو به عنوان قانون واقعیت ذخیره کرده و حالا اون قانون ها مثل زنجیرهای نامرئی دور ذهنت پیچیدن. بخش دوم، چطور باورها شکل میگیرن؟ ذهن انسان شبیه یه زمین حاصلخیز است. هر فکری که بارها تکرار بشه مثل بذر کاشته میشه و در نهایت تبدیل به باور میشه و هر باور تبدیل میشه به رفتار و هر رفتار تبدیل میشه به نتیجه. یعنی اگه از کودکی شنیدی که پول باعث دردسر میشه، ناخودآگاهت دردسر برابر پول رو ثبت کرده. پس حتی وقتی پول به سمتت میاد، یه بخش از درونت سعی میکنه ازش فرار کنه چون نمیخواد دردسر بکشه. ذهن تو داره ازت محافظت میکنه ولی در واقع داره رشدتو محدود میکنه. بخش سوم، شناسایی باورهای پنهان ثروت. حالا یه لحظه چشماتو ببند و به این جملات گوش بده. پول به سختی به دست میاد. آدمای پولدار حتما از راه نادرست به جایی رسیدن. من بلد نیستم با پول کار کنم. من لیاقت ثروت زیاد رو ندارم. اگه پولدار بشم دیگران ازم سوء استفاده میکنن. اگه با شنیدن هر کدوم از این جملات حس کردی یه چیزی درونت تکون خورد، بدون همونجاست. همون ریشه پنهان محدودیت مالی توئه. بخش چهارم، بازی ذهن، واقعیت دروغوانی. ذهن انسان قدرتی داره که میتونه هر دروغی رو به واقعیت تبدیل کنه. اگه سالها بهت گفته باشن تو نمیتونی ثروتمند بشی، ذهنت باور میکنه و بعد مثل یه سیستم خودکار کاری میکنه واقعا نتونی. به این فکر کن چند بار تصمیم گرفتی پول جمع کنی ولی یه اتفاق غیر منتظره باعث شد دوباره برگردی به نقطه صفر. چند بار پروژه‌ای شروع کردی ولی یه ترس عجیب باعث شد نصفش رهاش کنی. این اتفاقات تصادفی نیستن. ذهن ناخودآگاه داره باورای قبلی رو اثبات میکنه. ذهن همیشه دنبال تایید باوراشه، نه تغییرشون. بخش پنجم، زمان شکستن الگوها. اما خبر خوبینه. هیچ باوری ابدی نیست. هر چیزی که یاد گرفته شده میتونه از نو یاد گرفته بشه. تو میتونی مغزتو باز برنامه ریزی کنی. درست مثل یه سیستمی که نرم افزار جدید روش نصب میکنی. قدم اول اینه که آگاه بشی. تا وقتی از وجود یه برنامه پنهان خبر نداری، نمیتونی تغییرش بدی. ولی همین که دیدی و فهمیدی اون باور وجود داره، دیگه قدرتش نصف شده. بخش ششم، تمرین‌های بازنویسی ذهن ثروتساز. بذار یه تمرین ساده ولی عمیق بهت بدم. یه برگه بردار رو بنویس. پول یعنی؟ پولدار بودن یعنی؟ آدم پولدار چجور آدمیه؟ من چرا نمیتونم پولدار بشم؟ بعد بدون سانسور هر چی به ذهنت میرسه بنویس. اینجا دقیقاً باورهای پنهانت آشکار میشن
ممکنه بنویسی پول یعنی دردسر. ممکنه بنویسی پولدار یعنی مغرور. من نمیتونم چون کشورم بده. من نمیتونم چون دیر شروع کردم. تبریک. همینا کلید رهاییتن. چون هر جمله‌ای که نوشتی یه برنامه ذهنیه که باید پاک بشه و با یه باور جدید جایگزین بشه. بخش 7. جایگزینی باورهای ثروتساز. به جای پول درآوردن سخته بنویس پول به سادگی وارد زندگی من میشه چون من لایقش هستم. به جای پولدارا دزدن بنویس من ثروتمندم چون ارزش واقعی خلق میکنم. به جای من بلد نیستم بنویس من در حال یادگیری مهارت‌های پولسازی هستم. اینجا نکته طلایی اینه که ذهنتون نمیتونه فرق بین واقعیت و تصور تکرار شده رو تشخیص بده. یعنی اگه یه جمله مثبت رو بارها با احساس تکرار کنی، ذهنت اون رو به عنوان واقعیت جدید ضبط میکنه. بخش 8. باور و فرکانس پول. پول یه انرژیه، یه فرکانس خاص داره. آدمایی که باورای محدود دارن روی فرکانس کم بودن. آدمایی که باورای ثروتمند دارن روی فرکانس فراوانی هن. وقتی میگی من ندارم، ذهنتون موج نداری رو ارسال میکنه و جهان هم همون موج رو برمیگردونه. ولی وقتی از درونت احساس میکنی که داری، حتی اگه حساب بانکیت خالیه، در واقع در حال تنظیم خودتو با فرکانس ثروتی. جهان فقط به احساس درونی تو پاسخ میده، نه به وضعیت فعلی تو. احساس تو امضای ارتشانی تو در کهانته. بخش 9. بازگشت درونی و واقعیت بیرونی. اگه میخوای بدونی درونت چه باوری داری، فقط به دنیای بیرونت نگاه کن. مقدار پول، روابط، فرصتها، آرامش، همش بازگشت باورای درونی توئه. تو نمیتونی چیزی رو در بیرون تجربه کنی که در درونت باورش نکرده باشی. پس ثروت اول باید در ذهنت ساخته بشه قبل از اینکه در دنیای واقعی پدیدار بشه. بخش 10. قدرت بخشش و رهایی. یکی از قوی‌ترین روش‌های پاکسازی باورای قدیمی بخششه. نه فقط بخشش دیگران، بلکه بخشش خودت. ببخش خودت رو که سالها فکر کردی لایق ثروت نیستی. ببخش خانواده‌تو که ناآگاهانه ترس رو بهت یاد دادن. ببخش جامعه‌تو که تو رو با کمبود بزرگ کردن. چون تا وقتی درگیر خشم و سرزنش باشی، ذهنتو در گذشته قفل میمونه و گذشته یعنی همون باورای محدود کننده. بخش 11. مسیر بازسازی ذهن ثروتمند. حالا وقتش ذهنت رو از نو بسازی. مرحله به مرحله. 1. شناسایی باورای محدود. 2. پاکسازی احساسات منفی. 3. جایگزینی باورهای جدید. 4. تکرار روزانه با احساس و تصورسازی. 5. اقدام در راستای باور جدید. چون باور بدون عمل فقط خیال بردازیه، ولی عمل بر اساس باور جدید جادو میسازه. بخش 12. آزادی ذهنی مساوی آزادی مالی. لحظه‌ای میرسه که ناگهان حس میکنی یه چیزی درونت آزاد شده. دیگه از پول نمیترسی، دیگه پول رو هدف نمیبینی، بلکه نتیجه طبیعی ارزش آفرینی میدونی. اون لحظه‌ایه که در ثروت به روی تو باز میشه. ثروت فقط عدد نیست، ثروت یه حالت آگاهیه، یعنی زندگی در ارتعاش آزادی، فراوانی و اعتماد به جهان. بخش 13. آگاهی جدید و مسئولیت تازه. وقتی ذهنت رو از نو میسازی، یه مسئولیت جدید داری. باید این آگاهی رو در زندگی جاری کنی، در بهدار روزانت، در نوع حرف زدن، در انتخاب دوستان، در نحوه خرج کردن پولت. چون هر انتخاب تو یا باور جدید رو تقویت میکنه یا باور قدیمی رو زنده نگه میداره. بخش 14. آماده برای مرحله بعد؟ تو الان در آستانه تغییر عمیقی، اما این فقط شروعه. در قسمت بعدی قراره بریم سراغ برنامه‌ریزی عملی ذهن برای جذب ثروت. یعنی جایی که یاد میگیری چطور ذهن ناخودآگاهت رو در جهت جذب فرصت، ایده، ارتباط و پول تنظیم کنی. ذهن تو میتونه ثروت رو به درون زندگیت بکشه، همونطور که آهن رو با فلز رو جذب میکنه. به شرط اینکه تو خودت رو در فرکانس درست قرار بدی. پس در ویدیوی بعدی با من همراه شو تا قدم به قدم وارد دنیای ذهن میلیونری بشیم. به یاد داشته باش، هیچ چیز در بیرون تغییر نمیکنه مگر اینکه در درون تغییر کنه. تو خالق واقعی ثروت خودتی
و امروز همین لحظه نقطه آغاز توه.